بسم الله الرحمن الرحیم. ایمانی هستم. امروز با آموزش و نرم افزار پاورپوینت در خدمتتون هستم. خب، برای پاورپوینت یه چند تا مطلب بگم. برنامه پاورپوینت برای ارائه مطلب هستش، برای تولید محتوا الکترونیک. کاربردش در کنفرانس ها، مدرسه، ارائه مطلب دیگه، یعنی کمکتون میکنه ارائه مطلب جذابی داشته باشین. بعضی از منوهاش مثل ورده، پس من دیگه تدریس نمی کنم. بعضی از منوهاش مثل ورده و اینم برای شرکت مایکروسافت هست. این نرم افزار پاورپوینت و ورد و اکسس و نمیدونم و غیره برای شرکت مایکروسافت هست و شرکت مایکروسافت برنامه‌هاش تقریبا در منو و زیر منو با هم شبیه هم هست. خب، یعنی ما در ورد مثلا تغییر فونت داریم، تغییر اندازه متن داریم، تغییر رنگ داریم، هایلایت داریم، بولد کردن، در اصطلاح کج کردن یا خط زیر انداختن در متن، و شادو که همون سایه میشه. شادو یعنی سایه. در اینجا هم هست، وسط چین و راست چین و اینا هم در اینجا هم هست. خب، ما میتونیم در این پاورپوینت، در برنامه پاورپوینت گیف بیاریم، عکس بیاریم، ویدیو بذاریم و اینا صوتی بذاریم، آهنگ بذاریم روش. اینا میشه انجام داد. خب، برای دیگه وقت تلف نکنیم بریم سراغ آموزش. در سمت چپ اسلاید ها وجود داره. و میتونیم برای اینکه تعداد اسلاید ها رو اضافه یا کم کنیم میتونیم از در سربرگ هوم نیو اسلاید بزنیم. مثلا این گزینه رو بزنیم، یه همچین حالتی براتون باز میشه. ولی راه سریعترش هم اگر در اسلاید ما کلید کنیم و یه اینتر بزنیم، به طور خودکار خودش ساخته میشه. خب، برای اینکه این نوشته، اگر من این نوشته رو اینم بگم، برای اینکه این کادرها رو حذف کنید، اگر داخل کادر کلید کنید و دیلیت رو بزنید هیچ اتفاقی نمیفته. باید روی خط برین، روی اون خط برین و بزنید و دیلیت رو بزنید. دوباره روی خط دیلیت. و برای اینکه تایپ کنیم اینجا، اگر دقت کنید من وقتی که کلید تایپ رو میزنم اجازه تایپ نمیده. چرا؟ چون که نوشته باکس وجود نداره، شیپ وجود نداره. برای این کار که شیپ ایجاد بشه میان قسمت اینسرت، تکست باکس رو انتخاب و اینجا میزنیم و دیگه هر چیزی که میخوایم رو تایپ میکنیم. سلام خدمت شما دوستان. خب، و دوباره اینو من حالت انتخابش میکنم که در وردم گفتم که مثل ورد دیگه باید شما این کل این صفحه رو، این نوشته رو بگیرید تا بشه روش تغییر ایجاد کرد. مثلا من رو وسط چین میکنم، چپ چین، راست چین و از این دست. خب، دیگر من دیگه بگم چه چیزی در سربرگ هام مونده. رنگ و اینا هم هست که در ورد هم گفتیم. برای کادر انداختن بوردر اینجا میتونیم بزنیم و مثلا بوردر ببینیم. برای اینکه حالا بریم سراغ اینسرت، این برای اینکه ما بتونیم یک کادر بندی در دور متن بذاریم، مثلا آموزش پاور پوینت، برای اینکه دور کادر بندازیم از این قسمت استفاده میکنیم و رنگ کادر هم از این قسمت استفاده میکنیم و شادو و سایه هم از این قسمت استفاده میکنیم. خب، برای اینکه اشکال بیاریم روی اینا، مثلا هر کدوم که اشکال دوست داشتین کلید میکنیم به دلخواه و این رو میزنیم.
این رو میتونیم الان حالت درونش آبیه و نوشتن میتونیم توش بنویسیم، ولی اگر بخوایم رنگ آبی رو حذف کنیم از این قسمت استفاده میکنیم و الان رنگ های مختلف هم وجود داره. خب دیگه چی بگیم؟ خب میریم سراغ اینسرت تیبل میتونیم بسازیم. تیبل میتونیم بوردرها رو زیادش کنیم، یعنی اون حالت جدول مانند کنیم. اگر بخوایم اینا رو با هم یکی کنیم، این یعنی این چیزا رو برداریم از این قسمت اریسر رو انتخاب و اینا رو با هم ور میداریم، یعنی پاکش میکنیم. خب برای اینکه حالا در اینشم بنویسیم، الان این جدول رو میتونیم خب مثلا بنویسیم جدول مثلا خرید منزل مثلا برای مثال. اینو باید بگیریم انتخابش رو، یا همون کنترل A، نه اینو کنترل A باید در تنها باشه. این رو اینجا وسط چینش میکنیم، فونتش رو سایز فونت رو عوض میکنیم. خب حالا رنگش هم میتونیم عوض کنیم، میتونیم عوض نکنیم، اون دل بخواهیه سلیقه‌ایه. خب و برای حالا عکس آوردن یه چیز دیگه هم بگم، و برای حذف جدولم مثل همون کادر که اول گفتم باید روی خط کلیک کنیم و گزینه دیلیت رو از صفحه کیبورد بزنیم. خب برای عکس آوردن دو حالت وجود. برای تصویر آوردن میریم قسمت اینسرت پیکچر دیس دیوایس و یه پیکچر میاریم، یه تصویر میاریم. برای اینکه تغییر در این حالت وجود کنه دو بار در تصویر کلیک کنیم، انتخابش کنیم تصویر رو، حالت پیکچر فرمت باز میشه که میتونیم تغییراتی در عکس بدیم. خب مثلا حالت کادر و حالت کادربندی، سایه و حالت بوردر میتونیم انجام بدیم که من اینو میزنم و بوردرش رو مثلا زرد میکنم، بوردر یعنی اون خط دورش رو، کادرش رو، و شادو بهش میدیم حالت این هم حالت مختلفیه که مثلا بعضی از جاها برای چیزا ستونی نوشته میاره، این همونه که میتونیم از اینجا استفاده کنیم. خب و اینم بگم اگر قسمت هوم نیو اسلاید بیارین، این از اینجا میشه تصویر. این چیه؟ این که برای نوشتن، این برای نوشتن متن، و اینم برای پاورپوینت، برای دسترسی به دسترسی آسان به برخی از امکانات پاورپوینت. یه چند تا گزینه آماده کرده روی صفحه، روی حالت اسلاید ها که آماده هست، که گفتیم اینجا هم اسلاید های آماده ای هست. میتونیم اینجا تیبل داره، آمار داره، پیکچر و آنلاین و دیگه ویدیو بذاریم، تصویر بیاریم یا همون لوگو بیاریم. اینا برای اینجوریه و از این دست. مثلا اگه پیکچر اضافه بزنم و بیارم، مثل همون اگر روی تصویر من کلیک کنم پیکچر فرمت میاره، پیکچر فرمت مثل دیگه همونو انجام میده. و برای اینم بگم
برای اینکه دایره بشه، اگر نگاه کنین دایره زیست بشه، دکمه شیفت رو بگیرین دایره انتخاب میشه، دایره حالتش ایجاد میشه. خب تو برای اینکه حجم ویدیو بالا نره و شما خسته نشید تا همینجا کافیه. ممنونم.